سوال دیگری کردن دندان گرگ در گردنت بندی درست است یا نه؟ ولی همین چیزها کم کمک رو به افزایش یافته است. یعنی دندان های گرگ و دندان های مثال می حیوان های درنده رو، ولی دندان های مثال حتی اشک میگیم از دو طرف می خوگه هایی که در جنگل ها و بیابان می گرده اونها رو همین مردم مثال در دستاشون در گردناشون کشال میکنن. حیران میشه که آیا همین انسان چند قدر عقل داشته باشد؟ آیا این مقصد برای چی را در گردن مثال آویزان میکنی؟ برای چی؟ این چی معنی داره؟ این برادری عزیز، آدمی که سالم نباشد، آدمی که اگر عقلش پره نباشد، انا از اینا کار میگیرن. یک زمان تا جای همو بعضی پوستای همو گرگا را گرفته مردم در گردناشون کشال میکنن که گویا که در کاراشون کشایی شد، در کاراشون مقصد یک بهبودی و پیشرفت میداده باشد. اینقدر مردمی ساده ایم، اینقدر مردمی بیفهمیم. برای این هر کسی که این کار میکند باور کنین برای خود زن خود مرد به خدا قسم این بسیار شرمندگی است. این انسان وقتی خنده آوریه، این وقتی یک آدم ببینی در گردنش همین چیزا کشال باید خنده کنی یا توبه کنی که الحمدلله که خدای مهربان مقصد فهمیش مرا رنگ فهمیش همین نکرد که یک چیزی حرامه همراه خدا میگیره میگردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند میدونی که زیبایی شما در چیه؟ زیبایی ما نه در گردن بنده، ببینید زیبایی ما نه در موی بلنده، زیبایی ما نه در آرایش، زیبایی ما در زبان ما هست. هرگاهی که ما اگر زبان خوش داشته باشیم، هرگاهی که ما معامله خوب داشته باشیم، هرگاهی که دست و پای ما به آزار باشد، انا زیبایی برادر عزیز، انا حیبت، انا بهترینی مقصد اختیاری راهی که تو باید کرده باشی. برای این چیزها حرامه. از این کارها برادرها خواهرای عزیز هیچ وقت مقصد شما استفاده نبرید.